وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز 27 ایول در نشست خبریش گفت پس از اشغال شدن منطقه های مرزی افغانستان از سوی طالبان دوشنبه از وضع سرحد خیلی نگران است. این در حالی است که طالبان گفته است برای همسایه های افغانستان ناامنی ایجاد نخواهد کرد. اما تاجیکستان یک جا با هم پیمانهایش به تحکیم مرز مشغول است. یک دلیل سراج الدین محردین برای نگرانی از وضع مرز آن بود است که به گفته او دوام زیاد از 40 سال جنگ در افغانستان هیچگاه خط سرحد تاجیکستان در دست دیگر گروهان نبوده است. سراج الدین محردین همچنین گفت تاجیکستان تا این دم در سطح سیاسی با گروه طالبان یگان ملاقات و همکاری نداشت و از موقع رسمی کابل حمایت می‌کند. دادگاه عالی تاجیکستان طالبان را همچون گروه تروریستی اعتراف کرده است. رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 5 ایول در جلسه شورای امنیت تاجیکستان سفارش داد که 20,000 افسر احتیاطی به مرز این کشور با افغانستان فرستاده شوند. همچنین صبح 22 ایول در سراسر تاجیکستان سنجش آمادگی جنگی ارتش برگزار شد. تاجیکستان و افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند که بیش از 900 کیلومتر آن زیر نظارت طالبان قرار دارند. در گذشته امریکا، اتحاد اروپا، روسیه و سازمان‌های بین‌المللی به تاجیکستان در تحکیم مرز یاری زیاد رسانیدند و نیز گفتند این کمک‌ها را ادامه خواهند داد.